بچه‌ها چطورین؟ حالتون خوبه؟ یه چیزای آدم میبینه در طول روز. میبینی مثلا طرف داداششو میبینه یه ذره اوضاعش خرابه، پول نداره، یه ذره مشکل مالی داره، ازش فاصله میگیرن، نمیبیننش. حالا مهم نیستش، من خودمو نمیگم، میبینم کسایی رو که دارن این کارا رو میکنن، کار به ذات و چیزای دیگه شون ندارن. فلانی قبلنا یه مرام معرفتی بود، یارو نگاه نمیکرد ببینه تو پول داری پول نداری، اون مرام معرفته بود، هر جوری بود باهات بود. بحث دختر پسرش هم نیست، رفیقت، دوست دخترت، داداشت، خانوادت. آقای نوعی فلانی، اگه من شخص منو به خاطر چیزایی که دارم میخوام 100 سال سیا نخوای، اگه به خاطر وجود خودم میخوای قدمت روی چشم، جونم هم میدم برات.